سلام. امیدوارم که روز و روزگارتون خوش باشه. امروز در خدمتتون هستم با مطلبی در باب طبیعت آدمی. ذات آدمی چگونه است؟ خوب است یا بد؟ چرا این مطلب اهمیت داره؟ برای اینکه بر مبنای اون نگاه ما به طبیعت آدمی و ذات آدمی است که ما نوع برخوردها و تعاملمون رو با انسانها و بالطبع با جامعه تنظیم میکنیم. خصوصا در فضای مجازی دیدید که آکنده از مطالب چند ثانیه‌ای و چند دقیقه‌ای گلایه و شکایت در باب آدمیان. فارغ از این که خود ما هم آدمی هستیم. همه ما استوری ها دیده ایم، استوری ها گذاشته ایم که ای داد و بیداد از آدمیان، گله و شکایت، و در بسیاری از موارد این گله و شکایت درون خودش همراه است با یک تعجب یا یک نمیدانم چرا این گونه است، چرا اینطوریه. اهمیت موضوع از ابتدای زمانی که فلاسفه بزرگ شروع به تدوین اندیشه هاشون کردن، از اولین پرسش هایی که براشون مطرح بوده این بوده که ذات آدمی چگونه است. و ما اینجا میایم به صورت کلی و با زبانی غیر تخصصی یک نگاهی خواهیم داشت. من پرهیز میکنم از اسم آوردن بزرگترین شارحین و متفکرین این حوزه، از اون جهت که بعضی از بینندگان عزیزم ممکنه دچار جدل ذهنی بشن. نه، من فقط مطلب رو به صورت دسته‌بندی کلی خواهم گفت و اهمیتش عرض کردم در اینه که اون جهانبینی ما مهمه در رابطه با دیدی که نسبت به آدمی داریم و بر اساس اون هست که ما تعامل خودمون رو تنظیم میکنیم. حالا از ابتدای تفکر فلسفی در باب طبیعت آدمی، گروهی اعتقاد داشتند که ذات آدمی شرور است. آدمی موجودی است خودخواه، خودمحور، متجاوز، بی ملاحظه، طماع، فریبکار و کلیه صفتهای ناپسندی رو که ما در اجتماع آدمیان میبینیم رو میگفتن این نهفته در طبیعت بشر هستش. فلذا خاصیت تمدن اینه که توسط نیروی جابره حکومت و قانون این انسان شرور رو متمدن کنه و شرارتش رو در بند بکشه. آدمی ازش افعالی که با اراده بیرون میاد متضمن شر و خودخواهی و آسیب رسونده. گروه دوم گروهی از اندیشمندان و متفکران هستند که اعتقاد دارن خیر، آدمی فطرتی نجیب، الهی و پاک داره و این فطرت در تمدن است که بر اثر پیچیدگی روابطی که بین انسانها به وجود میاد، فرهنگ، محیط، اقتصاد و کمبود منابع، دچار آسیب میشه و حرکت‌های شرورانه ازش سر میزنه. لذا آدمی فطرتی پاک داره و این فطرت تربیت پذیره. این دسته از متفکران اعتقاد دارند که مهمتر از نیروی کنترلگر و مجازاتگر قانون و حکومت‌ها، ما باید یک نظام تربیتی صحیح داشته باشیم که انسان رو متمدن کنیم. خب، قسمت سوم اعتقاد دارند که خیر، آدمی نه شرور است و نه نیکسرشت. آدمی برای بقایش رفتاری ازش سر میزنه و این رفتارها اگر در یک محیط صحیح با تقسیم منابع به هر لحاظ مدیریت بشه، از شرارت آدمی کم میشه و انسان میل به آرامش،
ثبات و رفتار نکو داره. در اینجا این گونه از متفکرین بیشتر روی به این دارند که حکومت‌ها و نظام‌های تربیتی که حکومت‌ها به وجود میارن در جوامع باید در دو قسمت آدمیان رو تربیت کند، یک، و دو، منابع رو به گونه‌ای مدیریت کنه که از انسان‌ها اعمال خودخواهانه و شرورانه سر نزن. غالب این متفکرین بیشتر متفکرین قدیم و کلاسیک هستند، اما هرچه تفکرات فلسفی روی به آکادمیک شدن آورد، نهله‌های علوم سیاسی، جامعه شناسی، روان شناسی شکل گرفت و آرا بیشتر این مجال رو پیدا کرد، خصوصا در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، در حوزه انسان شناسی، که نمونه های آزمایشگاهی پیدا کنه. به زبان ساده مطالعه بشه روی انسان و جوامع، یک زوایای دیگه‌ای مد نظر قرار گرفت و یک حالتهای بینابینی. در این متدهای جدید خصوصا روانشناس ها در 100 سال اخیر خیلی روش کار کردن، روی به اون داره که انسان موجودیه که یک سری پیشرانه ها در طبیعتش هست. این پیشرانه ها میل به دو چیز داره، یکی بقا و یکی ثبات و دیگری شکوفایی. این سه عامل در کنار هم در محیط‌های گوناگون هر کدوم بر دیگری غلبه پیدا میکنه. اون تمایلات در انسان که میل به بقا رو تضمین میکنه غالباً خودخواهانه است و در صورت تهدید یا کمبود به صورت پرخاشگری، خودخواهی، فریب، دزدی و خصائل بد که مجموعاً برای حفظ خویشتن ما مستلزم اینیم که به دیگری آسیب برسونیم. این یک نمونه، یک مورد. مورد دیگری در همین منوال میگوید خب حالا قسمتی از طبیعت آدمی که میل به استقرار و محافظه‌کاری داره، میخواد آروم باشه، همه چی تثبیت پیدا کنه، میل به این داره که در یک جامعه معامله کنه، یعنی بنا به شرایط انسانی با رفتار نیک باشد یا خودخواهانه باشد. نهله سومی میگویند که در درون همین انسانی که میل به بقا دارد و ثبات یک خط و یک نیروی خیلی توانمندی هست برای میل به شکوفایی و اینجاست که انسان در فرایند تاریخ خودش متمدن‌تر شده، مرفه‌تر شده و تونسته حتی با استفاده از سیستم‌های سیاسی مختلف، تربیتی مختلف، اقتصادی مختلف دائما پا به مرحله جدیدی بذاره که در اون انسان‌ها میزان خودخواهیشون کمتر بشه، میزان آسیب رساندنشون کمتر بشه و در این میل به شکوفایی عنصری که خیلی مورد نظر این متفکرین هستش تربیته. خب حالا خیلی جالبه، این نگاه‌های نوین رو میتونید دقیقاً یک تطبیق ضمنی بذارید روی اون نهله‌های کلاسیک. میبینید یه جوری همپوشانی دارن، همخوانی دارن. تا اینجا داشته باشیم. خب حالا از اینجا یک مقدار من سلیقه شخصیم رو و خط فکری شخصیم رو دخالت میدم در موضوع که به مقصود مطلب خودم برسم که ما در ورود به ساحت اجتماعی و روایت با ارتباط با انسان‌ها کدام روایت، کدوم برداشت میتونه تأثیری بذاره روی نوع تعامل. ببینید عزیزانم، به صورت کلی در ابتدا ما باید انسان رو به مثابه یک حیوان در نظر بگیریم، اما حیوانی که در تکامل خودش به مرحله‌ای رسیده که میتواند با کسب آگاهی به آنچه که ما انسانیت مینامیم برسه، در موردش
فکر کنه و ارتباطش با دیگران رو بر اساس این آگاهی شکل ببخشه. یک مطلب جالب بود از یک به اصطلاح اندیشمند کشورمون که من توی اینستاگرام دیدم، حالا اسمشو نمیارم شاید راضی نباشن، ولی مطلب خیلی زیبا بود. گفت یک برداشتی هست که میگویند چون سطح تستوسترون در مردها بیشتر است پس مردها پرخاشجوتر هستند و ما این رو باید در نظر بگیریم. بعد بلا فاصله گفت خب اگر میخواید مثل اورانگوتان تحلیل بشوید درست است، اما در مورد انسان اینجور نیست، چون انسان آگاهی دارد. چقدر ایشون قشنگ مطلب رو باز میکنه. یکی از اشتباهاتی که ما خیلی تو این روانشناسی های زردی که جدیداً مد شده و جنس زن و مرد رو جدا میکنن و میان یک گرته برداری میکنن از زیست شناسی تکاملی و عرض به حضورتون که ربطش میدن به رفتارهای روزمره ما و اینکه ما بر مبنای اون برداشتی که از طبیعت آدمی کردیم حالا باید این برخورد کنیم. خیر، این غلط است. این غلط است. آدمیتش در این است که میتواند نسبت به خودش آگاهی داشته باشه. این نکته بسیار مهمیه برای ما. آدمیت ماست که متضمن این است که این آگاهی رو به ما میدهد خودخواهی و شرارتمون رو تنظیم کنیم. اینجاست که نقش فضایل اخلاقی برجسته می شود. تمام این مقدمه رو عرض کردم خدمتتون که به اینجا برسیم. نقش فضائل اخلاقی. فضائل اخلاقی است که حد فاصلی است که آرام آرام ما رو از حیوانیتمون دور میکنه و کاملا به جایی میرسیم که تفکیک میکنه. اینجاست که فرق بین ما و بهایم مشخص میشه. در حیوانات یک چیز ابتدا به ساکن مسجله: من باید زنده بمانم، پس من میچرم، من شکار میکنم، من فرار میکنم. و دومی تولید مثل. فارغ از این دو پیشرانه در وجود حیوانات چیز خاصی ما نمیبینیم. حتی نوع ارتباطاتشون که ارتباطات عاطفی هستش برای همبستگی گروه، برای محافظت از فرزندانه که بعضن مثلا در جوامعی مثل دلفین ها، میمون ها، نهنگ ها چیزهای خیلی جالب بینیم که تو مستندها بعضن شگفتی آفرینه. اما آدمی با تفکر عامدانه بر هستی خیش میتواند فضائل اخلاقی را رعایت کند و در خودش پرورش بده. اینجاست که باید در روابطمون بسیار توجه کنیم که آدم طرف مقابلمون چگونه فکر میکنه و چگونه زندگی میکنه. به زبان خیلی ساده. پیش فرض رو همیشه در مورد آدما این قرار بدید که انسان‌ها طبیعتاً شرورن، دروغ میگن، حریصن، آزمندن، آسیب میرسونن چون میخواد زنده بمونه. یکی از مواردی که در رابطه با انسان‌ها خیلی باید لحاظ کنید، آدم‌ها چیزهای بسیار خواستنی رو با بهای اندکی میخوان. این خیلی نکته مهمیه. دور و بر خودتون نگاه کنید. به خاطر اینه که آدم‌ها کلاهبرداری میکنن، زرنگی میکنن، درویی میکنن، چاپلوسی میکنن، فریبکار میشن، چون میخواد یک موقعیتی رو به دست بیاره به ساده ترین روش. نکته دیگه، اکثر این دست آدم ها چون قابلیت های خودشون رو، مهارت های خودشون رو بالا نبردن و اون اعتماد به نفس لازم رو برای داشتن اون مهارت ها ندارن، دست میزنن به تقلب. یک عزیزی یه بار حرف قشنگی زد، گفت انسانی که قابلیتاش کمه، کم هوشه، دست به تقلب میزنه. آدم باهوش، آدم آگاه با قابلیتاش به چیزی که میخواد میرسه. خیلی قشنگ گفت، خیلی ساده. و این رو ما باید در رفتارهای طرف مقابلمون همیشه آنالیز کنیم
و یک نکته در مورد خودمون. خودشناسی اینجا قسمت بسیار مهمی از ماجراست. چقدر روی قابلیتامون کار کردیم؟ چقدر روی مهارتامون کار کردیم؟ در نبود اون قابلیت‌ها و مهارت‌ها ما آسیب پذیر میشیم و آسیب میبینیم. اینه که غالباً آدم‌هایی که عامدانه میخوان آسیب بزنن، فریب بدن، از شما سوء استفاده بکنن، از نقطه ضعف‌های شما استفاده میکنن. شما در چه زمینه‌ای نقطه ضعف دارید؟ در نبود عزت نفس، در نبود اعتماد به نفس، ما انسان‌های آسیب پذیری میشیم. در نبود مهارت‌ها، آگاهی، میشه با عواطفمون بازی کرد. میشه با سیستم منطقیمون بازی کرد. کلاه سرمون میره. طمعی در ما دیده میشه، نیازی در ما دیده میشه. اون فرد میدونه که چطوری از اون طمع یا از اون نیاز استفاده کنه که ما رو فریب بده. طمع ما رو قلقلک میده. این در اقتصاد یک ابزار بسیار بسیار کارآمده. بسیاری از شرکت‌ها اینو اصلا به صورت کاملا پژوهشی و تحقیقی روش کار میکنن. بازی با افکار عمومی. نیازهای شما رو میشناسه، دست روش میذاره. وعده‌های بزرگ، وعیدهای بزرگ، طمع و قلقلک میده. بیایید من اینو اینجوری با این شرایط به شما میگم، ثبت نام کنید. چقدر ارزون، چقدر خوب. پول رو واریز میکنی و هر ساله از این خبرها در جراید در تمام دنیا اتفاق میفته. کلاهبرداری‌های بزرگ. در ارتباط فردیمون هم همینه. یک کمبودهایی ما داریم به لحاظ عاطفی، مهارت مدیریت اون کمبود رو نداریم. در تله آدما میافتیم. تنهاییم. مهارت مدیریت تنهاییمون رو نداریم. دل به دیگری میسپاریم. از تنهایی ما سوء استفاده میکنه. اون داره کارشو میکنه. من باید مهارت اینو داشته باشم که با تنهایی خودم چگونه کنار بیام. و اگر کسی رو میخوام وارد حریم خصوصی خودم کنم، چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ بسیاری از آسیب های ما از اینجا شروع میشه که ما معیار نداریم. شما وقتی معیار دارید، یک فرد باید از این معیارها عبور کنه، تیک بخوره. حالا این که معیارهای شما درست است یا غلط به بخش آگاهی ربط پیدا میکنه. مثلا در همین باز فضای مجازی بسیاری از این پیج‌های زرد رو می‌بینید که هم به آقایون هم به خانم‌ها یک سری توصیه‌های خودخواهانه می‌کنه. برای خودت ارزش قائل باش و ببین جمله خیلی قشنگه. برای خودت ارزش قائل باش. بعد یه سری معیارهای مادی رو که پشتش هیچی نیست ولی تیتر قشنگه توصیه بهت می‌کنه. چیزی که مفت به دست بیاد مفتم از دست میره. خب به ظاهر درسته. ولی آیا لزوماً در ارتباط ما هم به همین صورت خواهد بود؟ خیر، اصلا اینجوری نیست. ارتباط ساخته میشه. با چی ساخته میشه؟ با مهارت‌های ماست. ارزیابی‌های اولیه در رابطه، چه شغلی چه عاطفی، بسیار بسیار مهم. ارزیابی‌های اولیه بنیان و شالوده بنایی که ما می‌خوایم رابطه روش قرار بدیم. اینجاست که بسیاری از ارزیابی‌های غلط ما بعدن کار دستمون میده. چرا؟ چون مهارت و آگاهی لازم رو نداشتیم. فرد رو بسنجیم. چقدر از فضیلت‌های اخلاقی روزمره انسان مؤدبیه؟ رفتارش با دیگران چگونه است؟ چیزی که من خیلی روش حساسم و بسیار توجه کردم که انسان‌هایی که آسیب دیدن اینو در طرف مقابل لحاظ نکردن. فرد در اجتماع رفتارش با دیگران چطوره؟ آیا انسان با بخششیه، با کرامتیه؟ آیا انسان جنتلمنیه؟ آیا انسان مؤدبیه؟ دوبار باش بیرون میری، رفتارشو تو کافه رستوران میبینی. با ویتر محترم چطوری برخورد میکنه؟ با طبقه زحمتکش، با کسایی که ارائه خدمات میدن چطوری برخورد میکنه؟ با تکبر، با بی‌ادبی یا با ادب؟ این فرد قراره این کار رو با شما بکند. زمانی که یه بحران خیلی ساده براش پیش میاد، تو رانندگی، توی کارهای روزمره، عصبانیتش رو چطوری بروز میده؟ حالا چرا این مهمه؟ چون در ابتدا انسان‌ها در ارتباط با ما خودشون رو سانسور میکنن یا به تعبیر دیگه نقاب میذارن، چون میخواد به هدفش برسه. فعلا پشت نقابه.
اینه که میگیم طرف اوائل رابطه اینگونه نبود، بعداً اینجوری شد. این اون ارزیابی است. ما در ارزیابی خودمون اول بعد خودمون به سطحی از بلوغ و آگاهی رسیده باشیم که ابزارهای ارزیابی رو داشته باشیم. 2 اون ارزیابی رو کنیم ببینیم اون آدمه یه دفعه ببینید پل میزنیم به اون تفکرات فلسفی ابتدای عرایض من. این انسان در کدوم دسته میگنجه؟ آیا انسانی است فطرتاً و ذاتاً شرور، خودخواه، بر اساس نیازهای غریزی خودخواهانش عمل میکنه، فقط به فکر جمع کردن منابع، فقط میخواد ارتباط پیدا کنه که بره تو رخت خواب، فقط میخواد ارتباط پیدا کنه که منافع مادی داشته باشه و از این دست. شما بهتر از من میتونید همین الان در موردش طبقه بندی ذهنی داشته باشید. یا نه انسانی است رؤوف، انسانی است آگاه، انسانی است فضیلتمند. یا آیا انسانی معامله‌گر در موقعیت‌های مختلف رفتارهاش تغییر میکنه؟ ببینید چقدر قشنگ تطبیق پیدا میکنه. دوستی داری، همسری داری، پارتنری داری، نامزدی داری، شریکی داری که وقتی میری میبینی تو موقعیت‌های مختلف رفتاراش متفاوته. یه جایی آدم بسیار جنتلمن، شریف، بخشش، کریم، دست و دلباز. یه جای دیگه میشه که انسان خسیس، بخیل، سبک سنگین میکنه، بی‌ادب میشه، وقیح میشه، معامله گره. بنا به موقعیت استراتژیش تغییر پیدا میکنه. یا اینکه نه، انسان فضیلتمندیه، در موقعیت‌های دشوار خودشو کنترل میکنه، مدیریت میکنه، در حرفهاش، در تفکراتش دائما آدم محاسبه‌گری نیست، همه چی رو تو چتکه نمیندازه. حالا اصلا بحثم همین نیست مثلا این آدم عارف مسلک است، نه، اون که اصلا یک بحثیه که من واردش نمیشم. یک انسان شریف، عملگرا، عاقل، توانمند و با فضیلت، فضائل اخلاقی، خوهای حیوانی ما رو، غریزه ما رو کنترل میکنه، از ما انسانی امن میسازه. حالا همین انسان با فضیلت وقتی که مهارت و آگاهی تعامل اجتماعی رو پیدا کنه، میدونه در موقعیت‌های مختلف چگونه برخوردی با انسان‌ها داشته باشه که آسیب نبینه. این دیگه نمونه کاملشه. اینجاست که دیگه دست مریزاد داره. این آدم خودشو ساخته، این سنگ خام وجودش رو در فراز و نشیب روزگار با صبر و حوصله تراشیده. پس این رو لحاظ بکنید که انسان‌ها ابتدا به ساکن بر اساس غرایزشون زاده میشن و عمل میکنن. در فرایند مسیر زندگی وقتی وارد این اصطلاح قانون جنگل اجتماع میشوند، بنا به مسیری که تربیت خانوادگی، تربیت شخصی خودشونه، یعنی خودش رو تربیت کرده و سابقه‌ای که داره و بنا به مهارت‌ها و توانمندی‌هایی که در وجود خودش طی کرده که میشه مسیر زندگی گذشته فرد، تبدیل شده به یک آدم امروز و اون آدم امروزه که نشون میده کجای ماجراست. لذا گذشته آدم‌ها تا حدود زیادی مهم است، ولی باید خیلی با احتیاط به سمت این جمله بنده رفت. یعنی گذشته آدم‌ها مهم است. این اجازه رو به ما نمیداد که بگیم خب حالا از گذشته‌ت بشین برای من بگو وسواس کنه، اون یه چیز خطرناکه، لطفاً عرض بنده رو بد متوجه نشید. گذشته آدم‌ها مهم است. در ارزیابی امروز نه لزوما این که ما بریم ببینیم تو در گذشته با کیا در ارتباط بودی به من گزارش بده، مفتشیم. نه، اصلا ما چه حقی نداریم. گذشته هر فرد برای خودشه، اما بازنمود آن گذشته در اکنون داره خودشو نشون میده. ترس‌هاش، طمع‌هاش، فداکاری‌هاش، منشش. و یک مورد دیگه‌ای که باید در نظر داشته باشیم
بهترین آزمایشگاه برای افراد اینه که بذاریم خودشون رو در اجتماع به ما نشون بدن. دیدید یک اصطلاحی مد شده، خصوصا دیت اول، دیت دوم، و چقدر پلشت شده این مفاهیم که میتونه خیلی قشنگ باشه. این قرارهای ما شناخت میده. قدیمی‌ها چقدر قشنگ میگفتن میخوای یکی رو بشناسی باش برو سفر، چون در سفر انسان در موقعیت‌های مختلف قرار میگیره. آیا اون فرد دست و دل بازه؟ آیا اون فرد کرامت نفس داره؟ چالشی به وجود میاد برآشفته میشه، رفتارش با دیگران چطوره؟ توان تصمیم گیری فرد رو میتونیم بفهمیم. حالا به صورت باز روزمره بگیم قرارها. پس همیشه در ارتباطتون با افراد یک زمانی رو در نظر بگیرید برای معارفه. یکی از مواردی که باز من خیلی میبینم از این اشتباهات رایجیه که همه ما به نوعی انجام میدیم، ولی در بعضی از آدما دیگه خیلی افراطی میشود، اینه که ما سریع صمیمی میشیم. اصلا اینجور نباید باشه. صمیمی شدن در مسیر انس گرفتن به وجود میاد. این هیچ ربطی نداره که ما برخوردمون خوب باشه. من خودم در مورد خودم همیشه اصطلاحی به کار میبرم، میگم من آدم زودجوشیم ولی دیر انسم. یعنی من خیلی زود با آدما میجوشم، میگم، میخندم، خیلی برخوردم فرندلی و دوستانه است با همه، ولی خیلی زمان میبره تا من با یک کسی انس بگیرم، اعتماد کنم، درونم رو باز کنم، درون ذهنم رو باز کنم و اجازه بدم اون فرد وارد فضای ذهنی و عاطفی من بشه. آره محافظه کارم خیلی، ولی یک انسان به شدت اجتماعی، خوش برخورد، میجوشم با آدم، چون اجازه میدم هم من یک ارزیابی از طرف مقابل داشته باشم، هم او از من، که فردا اگر گلایه‌ای پیش بیاید من پیش خودم گلایه نکنم و اون فردم بگم عزیز من به تو اجازه دادم با من اول یک ممارستی کنی، بدونی میتونی با هم شریک بشی یا نه. خیلی مهمه. شریک عاطفیه، شریک مالیه، همکاره و پس این رو ما لحاظ بفرماییم که بر اساس طبیعت آدمی فرض رو بر این بذارید که ابتدا ما با یک موجودی سر و کار داریم که خودخواهانه عمل میکنه و در ممارست اون تیکا باید بخوره. آیا اون انسان آدم فضیلتمندیه؟ دیگه هی تو ذهن ما یه طبقه میاد پایین، یعنی از اون انسان شرور، خودخواه، آسیب رسان، فریبکار میاد وارد یک مرحله میشه که خب بالا و ما مدل های این فرد رو در نظر میگیریم. اما یک نکته رو بگم که برای برنامه دیگه میخوام بذارمش ولی الان میگم. در تمام تیپ شناسی انسان ها از یک دسته از انسان ها به شدت پرهیز کنید اگر این گونه نیستید. انسان های معامله گر. اگر شما یه شنونده خودت تو زندگی منطق معامله داری که عالی، اصلا سیستم حفاظتی تو کامله برای خودت، قربونت برم، برو. اما اگر شما انسان با فضیلتی هستید یا آسیب پذیر هستید، انسان شرور رو راحت میتونید بشناسید، ولی انسان معامله‌گر پیچیدگی های خودشو داره، چون این تیپ از انسان ها زائیده تمدنن. یعنی هرچی آدم ها شرورترن این بدویتره، ولی هرچی این انسان معامله این حافظه ژنومی تمدن رو قشنگ در خودش، این سیستم بقا رو پرورش داده. به خاطر این بعضی جاها ریاکاره، فریبکاره، فضائل اخلاقی از خودش نشون میده و در جای لازم شما رو معامله میکنه، عشقش رو معامله میکنه، منافعش رو معامله میکنه و این قسمت عظیمی از گلایه هایی که ما در فضای مجازی در گفتارهامون میبینیم. گلایه از آدمی که ایداد بیداد، من چه فکر میکردم این چطور آدمیه، قشنگ خیلی راحت منو فروخت. آره میفروشد، شما رو در اولین فرصت میفروشد، چون شما در ذهنش یک کالایی. تا اینو متوجه نشی واویلا، شما در ذهن این افراد یک کالا هستید و باید پرهیز کنید از اینکه در ذهن این گونه افراد یک کالا بمونید. پس بسیار مهم است که ما به درجه‌ای از آگاهی برسیم که با انسان‌های فضیلتمند ارتباط صحیحی داشته باشیم. در غیر این صورت باید همانند همونا باشن، با همجنس خودمون باشیم. خیلی مهمه و زیادم سعی در تغییر انسان‌ها نکنید. انسان‌ها تغییر نمی‌کنن به سادگی. شما هم مسئولش نیستی. خب این مجال رو اینجا به پایان میرسیم. اطاله کلام شد. همه شما رو
به خداوند متعال میسپارم. امیدوارم که روزگارتون هر روز بهتر از دیروزتون باشه، حال دلتون خوب باشه و هر روز توانمندی ها و مهارت های همه ما بالاتر بره. تا بعد.